سرخط خبرها: پزشکیان دشمنان ایران برای ناامنی نیرو به کشور فرستاده‌اند. حملات هوایی آمریکا به چند منطقه در سوریه انجام شد. و واکنش اندیشکده‌های اسرائیل به تحولات ایران. با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، عرض سلام و درود خدمت یکایک شما خوبان به این سرویس خبری دیگر از کانال هایپرلنس. با من غلامرضا نظری خوش آمدید و حال مشروع خبرها. رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان روز یکشنبه 21 دی 1404 در گفتگوی تلویزیونی با مردم اهداف و جزئیات طرح اصلاح یارانه و اقدامات دولت برای پاسخ به مطالبات مردم را تشریح کرد. او اجرای عدالت و مقابله با فساد، راند و تبعیض را مهمترین اهداف دولت عنوان کرد و تاکید کرد که دولت مصمم است معیشت مردم تحت تأثیر این اصلاحات دچار مشکل نشود و تلاش می‌کند نگرانی‌های آنها را برطرف کند. مسعود پزشکیان با اشاره بر راه اندازی کارگروه ویژه در بانک مرکزی و با حضور وزرای مرتبط از اقدامات روزانه برای پایش اجرای طرح و حمایت از صنوف و تولید کنندگان خبر داد. او گفت این اقدامات شامل اختصاص 700,000 میلیارد تومان برای نقدینگی تولید کنندگان صنعتی و کشاورزی و 70,000 میلیارد تومان برای نهادهای دامداری و مرغداری است تا تبعات احتمالی اصلاحات اقتصادی کاهش یابد. رئیس جمهور اعتراضات مردم را حق قانونی آنها دانست و بر گفتگو و رفع دغدغه‌های معترضان تاکید کرد، اما تاکید کرد که افرادی که به اموال عمومی و اماکن مذهبی آسیب زده‌اند آشوبگر و تروریست هستند و با آنها برخورد قانونی خواهد شد. با گفته پزشکیان، اعتراض کنندگان برخی آموزش‌ها و حمایت‌ها را از خارج دریافت کردند و قصد دارند به بهانه مسائل اقتصادی و اصلاحات ناآرامی ایجاد کنند. وی اصلاح نظامی یارانه‌ای و انتقال ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره و انتهای آن را اقدامی برای جلوگیری از فساد و سوء استفاده دانست و گفت این اقدام به دهک‌های پایین و متوسط جامعه امکان می‌دهد از منابع یارانه‌ای بهره‌مند شود. او همچنین توضیح داد که حتی با افزایش قیمت‌ها معادل ریال رایانه‌ها به مردم تعلق می‌گیرد و بازار رقابتی با شفافیت در قیمت‌گذاری شکل خواهد گرفت. پزشکیان با اشاره به حوادث اخیر تاکید کرد که اعتراض صنفی بازاریان و گروه‌های مردم نهاد مشروع است، اما حمله به بانک‌ها، آتش زدن اموال عمومی و مسجد و آسیب به نیروهای امدادی نقشه دشمنان خارجی است و با آنها برخورد قانونی خواهد شد. او از مردم خواست در مقابل اقدامات آشوبگران بایستند و با همکاری دولت امنیت و آرامش جامعه را حفظ کنند. رئیس جمهور ایران همچنین به اقدامات دولت در حوزه انرژی و زیرساخت‌ها اشاره کرد و گفت با نصب 4500 مگاوات پنل خورشیدی، بهبود بهره‌وری و اصلاح الگوی مصرف، نگرانی‌های بخش صنعت و تولید کاهش یافته است. او از همه اقشار تاثیرگذار جامعه از جمله هنرمندان، دانشگاهیان و ورزشکاران خواست با همکاری و همراهی آرامش کشور را تقویت کنند و از تشدید بحران جلوگیری کنند. پزشکیان در پایان تصریح کرد دولت برای حل مشکلات مردم با تمام توان و همراهی مردم، تولید کنندگان و اصناف در حال تلاش است و آینده کشور با کاهش فساد، راند و بی‌عدالتی و بهبود وضعیت اقتصادی روشن و قابل پیشبینی خواهد بود. حملات هوایی آمریکا به چند منطقه در سوریه انجام شد. آمریکا دیشب با ادعای مقابله با داعش مناطقی در خاک سوریه را هدف حملات هوایی قرار داد. یک مقام آمریکایی اعلام کرد
که مواضع این گروه تروریستی در این حملات هدف قرار گرفته است، اما این ادعا با سوابق و گزارش‌های متعددی که نقش آمریکا در شکل‌گیری و تقویت داعش را نشان می‌دهد همخوانی ندارد. پیشتر هیلاری کلینتون وزیر خارجه اسبق آمریکا صراحتاً گفته بود که داعش نتیجه سیاست‌های آمریکا و حضور نظامی این کشور در منطقه بوده است. گزارش‌های متعدد منابع سوری نیز نشان می‌دهد که آمریکا طی سال‌های گذشته از گروه‌های تکفیری و شبه نظامیان وابسته به داعش حمایت کرده و آنها را علیه دولت بشار اسد تشویق کرده است. همچنین یک مأمور پیشین سازمان سیا تاکید کرده بود که آمریکا با همکاری داعش و القاعده تلاش کرده است دولت سوریه را تضعیف و سقوط دهد. حملات اخیر آمریکا در حالی انجام شده است که ناظران بین المللی بارها هشدار داده‌اند ادعای مقابله با داعش بهانه‌ای برای حضور غیرقانونی و مداخله نظامی این کشور در سوریه است. کارشناسان و منابع محلی بر این باورند که چنین حملاتی علاوه بر افزایش ناآرامی‌ها در منطقه به تقویت گروه‌های تروریستی و فشار بر مردم سوریه منجر می‌شود. آمریکا همواره تلاش کرده با مطرح کردن خطر داعش حضور نظامی خود در خاک سوریه را توجیه کند، اما شواهد موجود نشان می‌دهد که بسیاری از این اقدامات بیشتر به منافع استراتژیک و سیاسی واشنگتن مرتبط است تا مبارزه واقعی با تروریسم. حملات هوایی اخیر باری دیگر این پرسش را مطرح می کند که آیا آمریکا به دنبال امنیت منطقه است یا استفاده ابزاری از داعش برای پیشبرد اهداف خود؟ و واکنش اندیشکده‌های اسرائیلی به تحولات ایران. اندیشکده‌ها و رسانه‌های اسرائیلی بر تحولات اخیر ایران ارائه شده است. این شماره روز یکشنبه 21/1404 ضبط و منتشر شد و منصور براتی کارشناس مسائل اسرائیل مهمترین گزارش‌ها و تحلیل‌های محافل اسرائیلی درباره اعتراضات و ناآرامی‌های ایران را بررسی می‌کند. اعتراضات اخیر در ایران طی 2 هفته گذشته موضوع اصلی تحلیل‌های منتشر شده در مؤسسات مطالعاتی و رسانه‌های اسرائیلی بوده است. مؤسسه مطالعات امنیت داخلی اسرائیل INSS صفحه تحت عنوان رصدگری لحظه‌ای اعتراضات گسترده در ایران ایجاد کرده و تحولات را به صورت روزانه دنبال می‌کند. رسانه‌های اسرائیلی مانند اسرائیل هیوم و یدعوت آهارونوت نیز گزارش‌های خود را با استناد به منابع اطلاعاتی و کارشناسان منتشر می‌کنند و ابعاد مختلف اعتراضات را بررسی می‌کنند. تحلیل‌ها عمدتاً بر ریشه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این ناآرامی‌ها و همچنین تأثیر فشارهای بین‌المللی متمرکز است. در مقالات منتشر شده و بررسی واکنش‌ها و سیاست‌های دولت ایران در مواجهه با اعتراضات نیز پرداخته شده است. کارشناسان تاکید کردند که ناآرامی‌ها در کشور با وجود محدودیت‌ها و عدم وجود جنبش اعتراضی منسجم، چالش‌هایی برای مدیریت عمومی و شرایط اجتماعی ایجاد کرده است. همچنین گزارش‌ها به بررسی نقش بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی در این تحولات اشاره دارند و برخی تحلیل‌ها به تأثیر احتمالی سیاست‌ها و مواضع کشورهای خارجی بر شرایط داخلی ایران توجه کردند. این شماره پادکست تصویری جامع از نحوه پوشش و تحلیل اعتراضات اخیر ایران در رسانه‌ها و اندیشکده‌های اسرائیلی ارائه می‌دهد و تمرکز آن بر روندها، سناریوها و ارزیابی‌های منتشر شده است. مدیون و مرهون تک تک شما خوبان هستیم که تا این دم ما را همراهی نمودین. خداوند یار و مددگارتان.